تعبیر چند روز قبل یه اظهار نظری کرده بودن، گفته بودن آقای دایی برای بازگشت به فوتبال باید بیزنس رو کنار بذاره. این اسم قدیما واسه من آشنا بود، خیلی وقته که دیگه این اسم واسه من آشنا نیست. از موقعی که ایشون شورای شهر رفتن و لباس پوشیدنش رو عوض کرد و دیگه اون موقع واسه من غریبه شده. من خواهش میکنم از امثال ایشون برن به زندگی خصوصی خودشون برسن، راجع به کسای دیگه تصمیم گیری نکنن. من با ایشون اون موقع آشنا و دوست بودم که ایشون 13 آبان زندگی میکردن. موقعی که شورای شهر و منطقه 1 و فلان و بیسار شد واسه من غریبه شد. ایشون نمیتونه واسه امثال من تعیین تکلیف بکنه که برگرده فوتبال. این یه مسئله شخصی منه، برگردم فوتبال یا برنگردم، که فعلا دوست ندارم برگردم، چون که کاری مملکته که واسه من تعیین تکلیف بکنه که بیزینسش رو بذاره کنار. هر کسی با یه چیزی راحت داره. از ایشون خواهش میکنم دفعه آخرشون باشه که نسبت به دیگران اظهار نظر میکنن.